کلمه یه صحبتی هم در خصوص کمیته انضباطی که دوشنبه باید برید، حالا یه صحبتی بفرمایید. بعد تو اینستاگرامتون هم یه تصویر و یه مطلبی آوردید که پرسپولیس خونه قلب منه، یه صحبتی هم در این خصوص. من اول که اصلا توی هیچ کدوم از این شبکه‌های مجازی نیستم و اونا دیگه ماشاءالله مردم بچه‌ها دوستش لطف دارن نسبت به ما، انقدر جای ما توی فیسبوک و نمیدونم اینجور مسائل پیج وا کردم مثلا به اسم ما لطف دارم، ممنون. ولی در مجموع میگم باید بریم دوشنبه تا تکلیف روشن بشه. ولی خب من برای خودم مدارکی دارم که نشون میده که این چیزی که اینا گفتن دروغه و من خودم بعد از این قضیه هم پیگیری میکنم و دیگه اون موقع دیگه خودشون شکایت کردن و دیگه بعد تا آخرش رفتش دیگه. من تا الان شکایت نمی‌کردم. خب با احترام هوادارات که بالاخره حرف حدیثی در نیاد، ولی خب دیگه اینا مثلا که خودشون اصلا دوست دارن به پروپای من بپیچن اینا. البته اینا جرئت ندارن که به کسی دیگه حرفی بزنن، ولی منم از این قضیه استقبال میکنم و منتظرم لحظه شماری میکنم دوشنبه بیاد و برم کمیته انضباطی.